سلام به گیمرهای عزیز. بالاخره لحظه موعود فرا رسید و عنوانی که حدوداً 1 ماه منتظرشم از امریکا به دستم رسید. همین الان دارم از گمرک میام و البته خیلی تا به دستم برسه خیلی گرون پام در اومده، ولی خب برای خود من ارزش داره. شاید به نظر خیلی از شماها یا بعضی از شماها یه مقدار غیر عقلانی برسه قیمت، ولی من این عنوانو با هیچ چیز تو دنیا عوض نمیکنم و حاضر بودم بابتش خیلی به مراتب قیمتای بیشتری هم بدم. اوکی، بریم با هم دیگه بازش کنیم. فکر میکنم بتونید حدس بزنید که چه عنوانی هستش. اوکی، یه لحظه. خب صورت حساب میکلنجه باشه. خب بذارید از همین الان بهتون نشون بدم. Last of Us نسخه پست پاندمیک ادیشن یکی از نایابترین نسخه هایی هستش که برای عناوین PS3 میتونه وجود داشته باشه، با اینکه مدت زمان زیادی از انتشارش نمیگذره ولی تقریبا دیگه هیچ جایی نمیتونید پیداش بکنید. فقط 1 یا 2 عدد هنوز از این ادیشن هنوز توی ایبی موجوده. اوکی، ببینیم که خب من باید بسیار مواظب باشم. البته شما اگر جای من بودید حتما همین کار میکردید، پس به من حق میدید که با احتیاط کامل بازش کنم. حکم یک گنج رو داره برای من و برای هر کسی که این نسخه رو داشته باشه، چون واقعا نایابه. اوکی، Last of Us Post Pandemic Edition only on PlayStation. یکی از به جرئت میتونم بگم با کمی ارفاق اگر بخوایم بگیم بهترین عنوان نسل هفتم. البته کمی اغراق و من اگر خودم بخوام نظر بدم میگم بدون اغراق، ولی خب برای اینکه از نظر بعضی از دوستان شاید بزرگنمایی نشه میگم با کمی اغراق. خب همینطوری که میبینید 4 طرف جعبه ورژن شماره 1، یعنی محصولاتی که مخصوصا انتشار در امریکا هستن، شماره 1 رو دارن. نمای پشت جعبه رو اگر خوب بتونید ببینید قراره که 12 اینچ از همه ارزشمندتر مجسمه الی و جوئل رو داشته باشیم که اگر اشتباه نکنم روی صندوقچه پست نشسته. الی، استیل بوک بازی، رمان کمیک امریکن دریمز و سونترک و چیزای دیگه که تو جعبه هستش که معمولا دیگه بقیه موارد دانلودی هستن. در امریکا اگر باشید شما نسخه ادیشن پست پاندمیک ادیشن و سروایول ادیشن رو دریافت میکنید. در اروپا ادیشن الی و جوئل رو دریافت میکنید. در واقع این انحصاری برای امریکا منتشر شده و خب خیلی زودم تموم شد و به یک ادیشن عتیقه تبدیل شد. حالا من خوش شانس بودم که تونستم یکی از آخرین هاشو دریافت کنم. بسته کاملا سیلد یا همون پلم هست. اوکی، خب جعبه توی جعبه دوباره The Last of Us، یک جعبه دیگه. اینم چون مجسمه توش بسیار حساس هستش دلم نمیخواد بعد از 1 ماه که به دستم رسیده توسط من ایرادی پیدا بکنه. اوکی، این هم یه جعبه دیگه است. Last of Us، تصویری از جوئل و الی و این هم نمای پشت جعبه. اوکی، امیدوارم دیگه جعبه کوچیک‌تر از این توش نباشه. خب یک اخطارم داده که
شکستنی، مراقب باشید. بله، امریکن دریمز کمیک بوک بازی هست که داستان بازی رو به صورت مصور و رنگی در صفحات رنگی و روغنی توضیح داده که چه اتفاقهایی میفته که دنیا به این شکل در میاد. فضای بازی رو براتون توضیح داده. البته نسخه پست پندمیک ادیشن آرت بوک توش نیست. در آرت بوک رسمی بازی که بسیار شکیل هست و میتونید تو نسخه سروایول ادیشن که اون هم مختص آمریکای شمالی هستش دریافت کنید، ولی به جاش نسخه امریکن دریمز رو داره که البته امریکن دریمز تو سروایول ادیشن هم هست، ولی چیز منحصر به فردی که پست پندمیک ادیشن داره و بقیه ادیشن ها ندارن مجسمه الی و جوئل هستش. ببخشید اگر پرحرفی میکنم، ولی خب در ویدیو آنباکسینگ باید تمام جزئیات گفته بشه. این رمان کمیک امریکن دریمز هست. این همون آرت بوکی که تو نسخه سروایول ادیشن میتونید دریافت کنید. اوکی. بله، و این هم استیل بوک بازی، قاب استیل با عکس الی و پشتش عکس جوئل رو داریم. The Last of Us، یک قاب مشکی بسیار زیبا و در این حال خیلی ساده ولی شکیل. این هم نمای داخلی قاب هست. بسیار بیتاب هستن برای بازی کردنش و این هم کدهاییه که به وسیله اون میتونید ساوندترک های بازی رو دانلود بکنید و 2 تا برچسب آرم شرکت فوق العاده محبوب و فوق العاده حرفه‌ای ناتی داگ، شرکت منتخب من و فکر میکنم بهترین شرکت نسل 7 بازی باشه که خب هیچ وقت ازش استفاده نخواهم کرد و به جای نمیچسبونمش، نگرش میدارم. و این هم سی دی بازی، بلوری بازی در واقع و کاملا مشکی و ساده. و این هم نمای پشت بک‌گراند قاب بازی هستش، تصویری از شهر ویران شده رو میبینید. اوکی. خب و اما اصلی ترین چیزی که من این همه دنبالش گشتم و به آب و آتیش زدم خودم تا بتونم پیداش بکنم، البته قیمت رو فراموش کردم بگم، در زمان انتشار $159، ولی بعد از نایاب شدن من به قیمت €300 2 برابر قیمت خریدم و الانم که از اداره گمرک میام €50 هم با اجازهتون، چون فروشنده به من نگفته بود که باید مالیاتش رو پرداخت بکنیم، مالیات نداده بود، من بابت مجبور شدم €55 مالیات بدم، جمعاً €355 پست پاندمیک ادیشن به پای من تموم شد تا برسه به دستم. فدای سر سونی، فدای سر الی و جوئل. من با کمال میل این پول پرداخت کردم، ولی خب کار فروشنده هم درست نبود، میتونست به من بگه. البته به حال من فرقی نمیکرد، ولی خب اون قطعا فکر کرده که اگر بگه من نخواهم خرید. اوکی. خب میرسیم به جذابترین قسمت و حساس‌ترین قسمت. تا حالا که همه چیز خوب بوده، همه چیز سالم بوده، امیدوارم که این آخرش هم همه چیز خوب پیش بره. اوکی. دیگه چیزی نیست. خب این بله یک پوستر مقوایی شکل هست. اجازه بدید یه مقدار. یک پوستر مقوایی شکل هستش از فضای بازی، فضای شهری، یکی از مناطق بازیش یک شهری هستش. اوکی. و چیزی که باعث میشه این مجموعه اینقدر ارزش داشته باشه The Last of Us، همین یک جمله باعث میشه که من حتی این بوچ‌ها رو هم دور نندازم. نمیدونم، شاید بگه دیوونه هستم، ولی برای خودم به اندازه کافی توجیه پذیر هست. بودن همین اسم، هر چیزی که از این بازی شما بتونید به یادگار داشته باشید ارزش داره، مطمئن باشید.
بسیار با احتیاط. بله اوکی. خب یکی از لحظات به یاد موندنی در زندگیم به عنوان یکی از معدود کسانی که این ادیشن رو دارن و فکر میکنم با اطمینان بتونم بگم به عنوان تنها ایرانی که این خب باعث افتخار من. امیدوارم که صدمه ندیده باشه، هیچ مشکلی براش پیش نیومده باشه. اوکی. و میتونید این هنر زیبا رو ببینید. خب میارم جلوتر کاملا مشخص باشه. الی و جوئل جنس مجسمه پلاستیک نیست خوشبختانه، از یه جنسی حالت والا من زیاد وارد نیستم تو کار مجسمه سازی ولی فکر میکنم گچ باشه یا یه چیزی شبیه این. جنس خیلی خوبی داره، خیلی عالیه، محکمه. میبینید که اگر بازم بتونم بیارم نزدیکتر، فضای پشت مجسمه. خب یه ایراد پیدا کردم ولی خب این ایراد رو من توی یوتیوب هم دیده بودم که بعضی از مجسمه ها این ایراد رو دارن. اگر بتونید ببینید اشکالی نداره، چیز خاصی نیست ولی خب ای کاش که اینجوری نبود. 3 تا فشنگ شاتگان هست روی این صندوق پستی که الی روش نشسته که یکیشون افتاده و جاش سوراخه. اگر کاملا قابل دیدن باشه نمیدونم. اوکی. جزئیات بسیار زیادی داره این مجسمه و واقعا هنرمندانه کار شده. همینطور که میبینید چروک‌های پیراهن‌ها، چروک‌های روی کوله پشتی‌ها، حتی چیزهایی که الی به کوله پشتیش آویزون کرده قابل دیدن هست. بسیار ظریفه و بسیار با جزئیات بالا کار شده و واقعا مشخصه که وقت گذاشتن و خلاقیت به خرج دادن تو طراحی مجسمه. که جوئل با شاتگان هست و الی با یه اسنایپر. بسیار زیبا، یه یادگاری بسیار ارزشمند و فوق‌العاده یونیک، نایاب و منحصر به فرد برای کسانی که عاشق این بازی هستند. میارم یه مقدار نزدیکتر، شاید بهتر بازم دیده بشه. همونطور که میبینید فقط متاسفانه یکی از فشنگ ها گم شده. کی میدونه کاری کیه؟ مشخص نیست. همونطور که میبینید بله اون فشنگی هم که گم شده اگر به حالت ایستاده نبود مطمئن باشید کنده نمیشد، چون این 2 تا فشنگ حالت خوابیده دارن روی این صندوق پست. اون یکی حالت در واقع عمودی داشته که توی تصاویر توی یوتیوب و سایت های دیگه میتونید ببینید. مسئله این نیست. اصل کار خود این 2 تا که کنار هم هستند. اوکی. این بود از ویدیوی امروز من. طاقت ندارم دیگه برای بازی کردنش و باید خیلی زود بازی رو شروع بکنم. این بود ویدیوی امروز در مورد Last of Us Post Pandemic Edition. یک نسخه بسیار ارزشمند. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.